میفهمین چی نوشتن بریم؟ گفتن که جناب آقای وفا میشه آدرس دعانویسان رو برای ما بفرستین؟ چرا که نمیشه، بیا که بریم. حرکت میکنی میرسی به میدان تلاش فراوان و مستمر. از اونجا که آمدی وارد کوچه پرسنل حرفه‌ای و مسلکی میشی که ما در خدمت دوستان خود ما هستیم. از اونجا میرسی سر یک چهارراه، تمام مواد اولیه مرغوب و درجه یک میخری، میاری این رقم انبار میکنی. خب فهمیدی؟ کم کس خود نداشتی. قربان شما، تشکر. ببین دوستان، آمپیر 100% تا میگذاری کجا؟ روی اکرام مشتری و مهمانای عزیز ما. منوی غذایی و تنوع غذایی رو تنظیم میکنی کجا؟ در حد لالیگا. تا میرسیم پیش دعانویس و جادوگر اصلی قابلی در تمام منطقه، قاسم جان عزیز، سرآشپز محترم رستوران وطندار که همیشه برش گفتیم قاسم جان هیچ وقت برای جیب وفا کار نکو، برای آبروی وطندار کار کو. نتیجهش میشه این. لایک دارین. نتیجه دعانویسی میشه جمع گرم و صمیمی وطندار. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. قربان شما، خیلی خوش آمدین. قربان شما، تشکر. قربان شما، خیلی خوش آمدین. چه گل زیبایی، ماشاءالله ماشاءالله. تشکر تشکر.